بله همکاران، اصلا درباره انتخابات گذشته تاجیکستان در قیاس با انتخابات‌های پیشین که به قول تحلیلگران همیشه یک اینتریگ سیاسی داشتند، یعنی نتیجه هایشان تا آخر معلوم نبودند، این نوبت خبر و مطالب زیاد نشر نشده است و آنهای هم که در این باره اظهار نظر کردند بیشتر دیدی انتقادی دارند. نبود رقابت واقعی سیاسی، شرکت تنها یک حزب مستقل و منعقد حکومت سوسیال دموکرات ها، از صحنه سیاسی بیرون بودن مخالفان اساسی حکومت فعلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وجود تقلب و یا قانون شکنی های مثل آوازدهی به جای چند نفر از آن انتقادهای عمده می باشند که در رابطه با انتخابات گذشته یاد شده است. ادوارد لیمون یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوراسیا در واشنگتن است و میگوید این نخستین انتخابات بدون شرکت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که تا سال 2015 در پارلمان صاحب 2 کرسی بود، ولی همان سال این 2 کرسی را در انتخابات از دست داد و با قرار دادگاه عالی تروریستی عنوان شد. ادوارد لیمون چنین میگوید: انتخابات پارلمانی از آن علامت می‌دهد که همین وضعیت، همین قدرت پابرجا خواهد ماند. به نظر من نبودی دلگرمی در میان مردم پیش از انتخابات، نبودی بحث و مناظره ها، نبودی یک معرکه فعال انتخاباتی در مطبوعات دولتی و غیر دولتی، به نظر من بیانگر آن است که مردم وجود همین سیستم را تا جای قبول کردند که نظام ادامه خواهد کرد. برای تغییر آن امکانیت محدود است و انتخابات آزاد و عادلانه نبود. Not free or fair, a lot of violations, limited space for opposition in the run-up to the election. استیو سوردلوف یک تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و فعال حقوق بشر است. او نیز از آمریکا ایستاده انتخابات تاجیکستان را نظارت کرد و با نظرداشتی به انتخابات راه نیافتن نیروهای واقعا هم مخالف حکومت نتیجه ها را پیشگویی شونده و خلاف معیارهای демократии интихоботи воқеӣ номид. И в целом атмосфера была связана с репрессиями. Мы видели задержание одного из самого последнего. در مجموع فضای سیاسی در این کشور آمیخته تعقیب و فشار بود. ما در ماه ینور شاهد بازداشت یکی از آخرین صداهای مستقل ژورنالیست دلیر شریپوف شدیم. انتخابات در فضای بدشوی وضع حقوق بشر گذشت و انتخابات نقطه اوج شرایط بدشونده حقوق بشر در تاجیکستان شد. در برخی مطبوعات غربی هم این شب و روز می نویسند که انتخابات پارلمانی در اصل یک معرکه انتخاب مجلسی وفادار به حکومت است و نباید انتظار شد که این شاخه در قانون مستقل حاکمیت مستقل از نظام عمل کند.